خۆی نیشتمانم شەهید بوونم بەشان ئەزی دەزانم سرم بەرزە لە ئاستی میلەتی خۆم کە کڕنوشم نەبرد بۆ دوژمنانم بە هیوای ڕۆژی ئازادی وڵاتم دە پێوم ڕێی خەباتی بێوژانم. بە باوەڕی ئێمە حیزبی کوردستانی حیزبی نەتەوەی پێویست ناکا باز لەوە بکا کە سیستمێکی فێدەڕاڵمان پێڕەوا ببینم. حیزبی کوردستانی و حیزبی نەتەوەی دەبێت باس لە ویست و داخوازی میلەتەکەی بکە کە ویست و داخوازی گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ئەمڕۆ سربەخۆییە. ئێمە بینیمان کاتێکە لە کوردستانی باشوور ڕێفراندۆم بۆ سربەخۆیی کرا خەڵک لە ڕۆژهەڵات بە شێوەیەکی دیکە ڕێفراندۆمی بەڕێوە برد بە شایی و هەڵپەرچێ ڕێفراندۆمێکی بەڕێوە برد کە بەڵێ ئێمە لەگەڵ سربەخۆیین. بۆیە ئەحزاب و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دژبەری ڕژیمی ئیسلامی ئێران واتە حیزبە کوردیەکان دەبێ بە پێی ویست و داخوازی خەڵکی کوردستان بچنە پێشێ. مادام ویست و داخوازی گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات سربەخۆییە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتیش دەبێت داکۆکی و پاڵپشتی لەو ویست و داخوازیە بکەن و لە بەرامبەر ئۆپۆزیسیۆنی بەناو فارس و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا داوای کەم نەهێن نەگۆڕێ خواستی کەم نەهێن نەگۆڕێ. حیزبی کوردستانی دەبێ باس لە سربەخۆیی بکە و ئەوە تەواویەت خواز و ئێرانیەکانن پان ئێرانیەکانن کە دەبێ بێن بڵێن وەرن بۆ ئەوەی کە جوغرافیای ئێران دابەش نەبێ تەواویەتی ئەرزی ئێران بپارێزرێ وەرن ئێمە سیستمێکی فێدەڕاڵیتان پێڕەوا دەبینین. Ashjoko Pukarim, the leader of the Kurdistan independence movement, addresses Europe and the great world powers. The Islamic Republic has lost its legitimacy among the people. This has been proven by the national uprising and a revolution. But it is you who legitimize the survival of the Iranian regime. If you cut off your relations and transactions with this regime and close their spy embassies in your countries, their presence would be meaningless. The survival of the Iranian regime is based on two pillars. First, repression. Second, you. البته باز جا داره اینجا پوزش بطلبم از اینکه با زبانی صحبت میکنم که برای عرب‌های الاهواز، برای بلوچ‌های بلوچستان، برای مردمان آذربایجان و ملت کردستان زبانی هست که تداعیگر شکنجه، سرکوب، اعدام و زندان هست و این هم زبان فارسی است. متاسفانه ما مشکلی البته با ملت فارس نداریم، ولی متاسفانه این زبان
برای ما تداعیگر شکنجه و سرکوب و زندان شده است. خاورمیانه آبستن وقایع نوین است و جرقه تغییرات اساسی در قرن 21 در خاورمیانه از ایران زده خواهد شد. تشکیل دولت و حکومت‌های مستقل کردستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، بلوچستان، ترکمنستان جنوبی، کاسپین و غیره که به آغازی برای تغییرات اساسی در نقشه خاورمیانه بدل خواهند شد. ملت‌های غیر فارس که خاک و سرزمینشان توسط ایران اشغال شده است، حدود صدها سال است که برای تحقق حقوق و آزادی‌های ملیشان مبارزه می‌کنند و در این راه بسی هزینه و قربانی دادند. نزدیک به یک قرن است که سرزمین‌های ما ملل غیر فارس توسط ملتی زیاده‌خواه و اشغالگر به نام فارس و فارسستان و تحت عنوان ایران و ایرانی اشغال شده. اگر بعد از جنگ جهانی اول و در 10 ژانویه 1920 و کنفرانس صلح پاریس یکی از اهداف اعلام و تأسیس سازمان ملل توسط 42 کشور که اکثرا تازه تأسیس بودند پایان دادن بود به اشغال سرزمین‌های ملل تا از تکرار جنگ جلوگیری شود، بعدها باز هم به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم همین موضوع اشغالگری و استعمارگری بود که جنگ جهانی دوم نتیجهش بود و نتیجه جنگ جهانی دوم این بود که یک بار دیگر چندین کشور از زیر سلطه اشغالگری رهایی یافته و تحت عنوان دولت‌های تازه تأسیس به عضویت سازمان ملل درآمدند. یکی از این کشورهای تازه تأسیس که به عضویت سازمان ملل درآمد ایران بود که تنها نمایندگی ملت فارس را داشت و در واقع بر روی خاک و خون ملل کرد، بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپین، ترک آذربایجانی و غیره بنیان نهاده شده بود. سوال اینجاست که آیا جنگ جهانی سومی لازم است تا به اشغال خاک و سرزمین ما ملل غیر فارس پایان داده شود؟ دولتی که از اشغال سرزمین‌های ملل غیر فارس به وجود آمده بود برای اداره و کنترل این ملل راه سرکوب و کشت و کشتار را برگزید. کلیه فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی ملت‌های تحت اشغال به شدت سرکوب شدند. تدریس و تحصیل به زبان مادری ملل غیر فارس ممنوع شد. هزاران نفر دستگیر و اعدام شدند. تغییر نام شهر و روستاها و کوچاندن اجباری این ملل، سیاست آسیمیلاسیون و همچنین تغییر دموگرافی مناطق ملل غیر فارس و تلاش برای سلب هویت ملی ملل غیر فارس و تعریف آنها در قالب ایران و ایرانی در سطوح منطقی و بین المللی بخشی از سیاست‌های انکار و سلب هویت ملت‌های تحت اشغال ایران بود که رضاخان میرفنج در انقلاب سفیدش کلید آن را زد و همکنون نیز جمهوری اسلامی همان سیاست را البته با سیاق دیگری
دنبال می کنند. از سال 1978 و بعد از سقوط رژیم پهلوی، رژیم اسلامی ایران بعد از کشت و کشتار و قتل عام ملل غیر فارس که به عنوان نمونه میتوان به اعلام جهاد علیه کردستان و ترکمنستان جنوبی و کشتار و قتل عام در بلوچستان و آذربایجان و همچنین کشتار عمومی ملت عرب الاهواز در چهارشنبه سیاه محمره بار دیگر مناطق ملل غیر فارس را به اشغال خود درآورد و همان سیاست‌های شاه اللهی به شیوه آیت اللهی اجرا شد. رژیم کنونی ایران که خود در بحران متولد شده، تداومش نیز با بحران سازی همراه بوده و با ایجاد جنگ و ناامنی در منطقه سعی بر این داشته تا جنگ را به خارج از مرزهای خود ببرد و به شیوه نیابتی با آمریکا و مخالفان دیگرش در سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلسطین و غیره در نزاع و جنگ باشد. خمینی رهبر ایران همیشه از جنگ به عنوان نعمت الهی نام برده است، اما برای خمینی و همفکرانش جنگ تا آن زمان خوب است که به ملت فارس و به مرکز آسیبی نرساند، اما وقتی جنگ به مرکز و به فارسستان برسد، به قول خودشان جام زهر را سر میکشند و یا از خودشان نرمش قهرمانانه نشان میدهند. جنگ را تا هنگامی خوب و نیک و نعمت میدانند که در خاک خودشان نباشد و به نیابتی در سوریه، کردستان، الاهواز و بلوچستان و آذربایجان و در سرزمین هایی که اشغال کرده اند این جنگ ادامه داشته باشد. ایران صادر کننده ترور و بانی و باعث بی‌ثباتی و ناامنی در خاورمیانه و جهان با دخالت در کشورهای مختلف خود را ژاندارم منطقه می‌داند و بارها اعلام کرده که این توانایی را دارد تا در سطح منطقه‌ای و جهانی بحران آفرینی کند. آتش جنگی که در خاورمیانه برافروخته شده است برآمد سیاست‌های ضد بشری رژیم ایران است و تا زمانی که کشوری به نام ایران و با محدوده جغرافیایی کنونی وجود داشته باشد، خاورمیانه و جهان روی آرامش به خود نخواهند دید. دستیابی رژیم ایران به سلاح‌های اتمی و موشک‌های بالستیکی در وهله نخست تهدیدی جدی برای اسرائیل، عربستان سعودی و خاورمیانه و در نهایت برای دیگر کشورهای جهان خواهد بود. رژیمی که زیر لوای صدور انقلاب اسلامی و با فتوای مستقیم بنیانگذارش ترور و تروریسم را صادر کرده و پشتیبان و مؤسس اکثریت گروه‌های تروریستی در جهان است، به مانند سر ماری میماند که تا له نشود ترور و تروریسم همچنان به حیاتش ادامه خواهد داد. امروزه که در سراسر جهان استعمار و استعمارگری به پایان رسیده است، در خاورمیانه کشوری جعلی و ساختگی به نام ایران همچنان با اشغال خاک ملل کرد، بلوچ، ترک آذری، عرب الاهوازی، ترکمن، کاسپین و غیره به حیات در حال خاتمی خود ادامه می‌دهد و به هر آنچه از تاریخ و جغرافیا و منابع و غیره این ملل دست یافته از غارت و چپاولش دریغ نکرده است و مدام در تلاش بوده که سرزمین این ملل را به ویرانه مبدل سازد. ما برخلاف سلطنت طلبان، برخلاف تمامیت خواه و همه آنانی که خود را اپوزیسیون سراسری ایران معرفی می کنند درخواست داریم که در جهت تضعیف
سرنگونی و نابودی نهایی کشور و رژیم ایران دخالتی بشردوستانه که همانا حمله نظامی توسط آمریکا، اسرائیل و متحدانش به این رژیم است را در صدر برنامه‌هایشان بگذارند و گزینه نظامی به جای آنکه به زیر میز برود و روی میز بماند و در اسرع وقت و قبل از آنکه دیرتر شود به مورد اجرا گذاشته و عملی شود. بدون شک جنگ با ایران هزینه می‌طلبد، اما هزینه جنگ با ایران در مقابل دستاوردش بسیار ناچیز است و این واضح و روشن است که باید برای آزادی هزینه داد. تا زمانی که به نام حفظ تمامیت ارضی ایران حق و حقوق ملل غیر فارس پایمال شود و در ایجاد و تشکیل کشورهای کردستان، بلوچستان، الاهواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، فارسستان، کاسپین و غیره با این ملل همراهی نشود، خاورمیانه به هیچ وجه روی صلح و آرامش به خود نخواهد بود. راه رهایی از چنگال رژیم ارتجاعی و ضد بشری ایران، همکاری و ائتلاف ملل غیر فارس با یکدیگر و همصف شدن با آمریکا، اسرائیل، سعودی و دیگر همپیمانان در جنگ با ایران است. منسجم شدن نیروهای استقلال طلب که خاک و سرزمینشان از سوی ایران اشغال شده و همزمان حملات نظامی آمریکا و متحدانش میتواند گزینه‌ای اگرچه با هزینه اما نتیجه بخش خواهد بود. رژیم ایران که به جز زبان گلوله و جنگ و آتش چیزی را نمیفهمد، باید با همان زبان با او رفتار کرد و زبان مسالمت آمیز در مقابل زبان قهرآمیز تنها اتلاف وقت و زمان است. اما کوتاه میکنم علت عدم تن دادن فارسستان که نمایندگی ایران را دارد به حقوق ملی و طبیعی و اساسی ملت‌های غیر فارس را شاید بتوان در مسئله ژئوپلیتیک ایران پیدا نمود. منطقه‌ای عاری از آب، منابع طبیعی و زیرزمینی کافی، فارغ از بایستگی‌های لازم برای زندگی آنها که در این موارد و این موارد را آنها در کردستان و الاهواز و آذربایجان و بلوچستان جسته و غصب نموده که میتوان به کوه طلای بلوچستان، منابع آبی و بندرگاه‌ها و نفت الاهواز، منابع زیرزمینی سرشار از آلومینیوم، طلا و نقره و نفت و گاز در کردستان از ملزومات پایداری و بقای فارسستان یا همان ایران است. از این رو هر نوع حق‌خواهی را با شدیدترین، متوحشترین و نامتمدنانه ترین شیوه سرکوب کردند. ما کردها و شما دیگر ملل حاضر در این نشست تمامی روش‌های مدرن و موجود را هم با این رژیم و هم با رژیم شاهنشاهی و هم قبل از آن با قاجارها و غیره آزموده‌ایم. نتیجه این است که راهی برای مدارا با این تفکر فاشیستی در دست نیست. در نتیجه تنها راه ما ملل غیر فارس اندیشیدن به استقلال و فعالیت جدی در راه آن است. در پایان اعلام می‌کنیم که ایران تنها نمایندگی ملت فارس را داراست که سرزمین‌های ملل غیر فارس را به اشغال خود درآورده
و ما ضمن محکوم کردن این اشغالگری تأکید میکنیم که کلیه ارگان، ادارات و نهادهای این رژیم در سرزمین‌هایمان هیچ گونه مشروعیتی نداشته و ندارند. ما ملل غیر فارس یک درد مشترک و یک دشمن مشترک داریم و در راستای مبارزه با این دشمن مشترک اتحاد و انسجام ما لازم و ضروری است و تنها راه رهایی ما از اشغالگری کنار گذاشتن اختلافاتی جزئی است که در آینده و بعد از پایان دادن به اشغالگر ایرانی بر روی میز مذاکره و گفتگو قابل حل می باشند. لذا شرایط کنونی می طلبد که همه ملل غیر فارس در کنار یکدیگر و در صفوفی واحد و منسجم جهت پایان دادن به اشغالگران ایرانی متحدانه کنار همدیگر قرار می‌گیریم. پادشاه Je suis kurde de Kurdistan colonisé par l'Iran. Alliance pour l'indépendance de Kurdistan. Il y a la révolution dans le Kurdistan et Iran. Je demande votre soutien à vous et la France. السلام علیکم. من جمله‌ای دارم که هر دفعه تکرار میکنم و تکرارش رو لازم میدونم و اونم این هست که باز پوزش میطلبم از همه ملل غیر فارسی که خاکشون توسط ایران اشغال شده که من اینجا با زبان فارسی صحبت میکنم. زبانی که تداعیگر شکنجه، زندان، سرکوب، اعدام و اشغالگری است. این زبان اعدام و زندان و شکنجه بوده برای ما. پس تداعیگر روزهای اشغالگری و برای ما ناخوشایند است صحبت کردن با این زبان. پس به همین خاطر پوزش می‌طلبم که با این زبان سخن می‌گویم. در 100مین سالگرد اشغال الاهواز ضمن محکوم کردن این اشغال تأکید می‌کنیم که ما به عنوان ملل غیر فارس حدود 100 سال است از سوی رژیمی ساختگی، جغرافیایی جعلی و ساختگی که بر روی خاک و خون ما ملل غیر فارس بنیاد نهاده شده، خاک و سرزمینمان اشغال شده است. این اشغالگری تنها برای الاهواز نیست. ایران تنها نمایندگی یک ملت را دارد و آن هم ملت فارس است. پس کسی که فارس باشد باید خود را ایرانی بپندارد، نه یک غیر فارس. پس ما به عنوان ملل غیر فارس خاک و سرزمینمان از سوی این رژیم حدود 100 سال است اشغال شده است. اما در این 100 سال گذشته ما به عنوان ملل غیر فارس چه کردیم؟ دستاوردی که از مبارزات داشتیم چه بوده؟ آیا توانستیم سرزمین من را از اشغالگران ایرانی نجات بدهیم؟ 100 سال است که تکرار میکنیم سرزمین من اشغال شده است. کنفرانس میگیریم، سمینار میگیریم، اما نتیجه همچنان در اشغال است. پس متدی که در پیش گرفته ایم ناکارآمد بود. اما راه چاره چیست؟
100 سال است میگوییم اشغال شدیم. همه میدانیم اگر دنیای غرب، آمریکا، کشورهای غربی بگویند که ما نمیدانیم خواسته این ملت ها چیست، راست نمیگویند. همه میدانند که سرزمین ما اشغال شده و این پیام ما به همه دنیا رسیده است. اما ما به عنوان ملل خاک اشغال شده آیا تا کنون کاری کرده ایم که نتیجه مثبت و کارآمد در بر داشته باشد؟ یقینا نه. اگر می کردیم اکنون در اشغال نبود. اما خاورمیانه‌ای که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، همه می‌دانیم به سوی تحول و تغییرات بنیادین قدم می‌نهد. نقشه خاورمیانه از نو دیزاین خواهد شد. اما ما در کجای آن قرار می‌گیریم؟ آیا به آن اندیشیده ایم که به عنوان الترناتیو در سطح جهانی خود را مطرح کنیم؟ آیا توانستیم احزاب و جریانات سیاسی اهم از استقلال طلب، فدرال خواه، اتونومی خواه دور هم جمع بکنیم، گرد هم بیاییم و تنها در راه الاحواز، در راه کردستان و ملل دیگر غیر فارس با هم دور یک میز بشینیم و راه چاری بیابیم؟ سیاست های ژینوساید، اسیمیلاسیون همه بر ما گذشته و هر سیاستی که این رژیم در نابودی ما داشته بر روی ما اجرا کرد، بر روی ملت ما اجرا کرد. اگر ما نتوانیم اتحادی منسجم با هم داشته باشیم، یقینا میگویم در سیاست ما راستگو نیست، دروغ میگوییم با ملت ما. اگر نتوانیم دور یک میز گرد هم بیاییم و در مورد قضیه ملت‌هایمان صحبت نکنیم، ما باید به عنوان ملل غیر فارس دور یک میز مشترک با تشکیل یک پلتفرم مشترک دور هم جمع بشیم و برای آینده ملت‌هایمان کاری انجام بدهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، تغییرات و تحولات خاورمیانه به نفع ما ملل خاک اشغال شده پیش می رود. اما اگر منسجم باشیم بدون شک دستاورد ما بیشتر خواهد. چون تاریخ مصرف این رژیم اشغالگر تمام شده. اما کاری نکنیم که همچنان که در 57 شد شاه را کنار زدند، خمینی را آوردند، ولی برای ما ملل غیر فارس چه چیزی تغییر کرد؟ فردا اگر مجاهدین خلق و پسر شاه بیاید، برای ما چه تغییری خواهد کرد؟ مگر ما همچنان در اشغال نخواهیم بود؟ پس اگر به فکر ملتمان هستیم، تنها راه ما اتحاد، انسجام و تشکیل پلتفرمی مشترک است که ما را دور هم جمع بکنه. من خوشحالم که میبینم امروز الاهوازی ها در 100مین سالگرد اشغال الاهواز بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی فدرالیسم یا استقلال طلبی دور هم جمع شدند و این جای خوشحالی، تقدیر و تشکر دارد. امیدوارم همه ما ملل غیر فارس بتونیم در کنار هم دیگه جمع بشیم و پیش بریم برای آزادی و استقلال و استقرار کشورهای شرعی و قانونی خودمان. خیلی خیلی متشکرم. نشكر الأستاذ جمال الكريمي على هذه الكلمات التي أعتقد من المهم جدا أن يتم ترجمة الكثير منها للغة العربية. في البداية بدأ الأستاذ جمال أنه اعتذر وقدم اعتذاره لاضطراره لإلقاء كلمته باللغة العربية، لغة المحتل، عفوا اللغة الفارسية، لغة المحتل، لأن هذا المحتل
يعني جعل الشعوب تكون حتى يعني هويتها أو يستخدمون لغة سرراي أويكا قوربانێکی زۆرماندا و شۆڕشێکمان داگیرساند کە نەک تەواوی ئەو جۆغرافیا جەعلێ بە ناوی ئێرانی گرتەوە تەواوی کەلێن و قوشبنەکانی دنیاشی تەنیوە بەڵام وەک کورد تا چەند توانیومانە کەڵک وەرگرین لەو دەرفەتەی کە وەک کورد ڕەخساندومانە تەنانەت بۆ نەتەوەکانی دیکەش دەستکەوتی خۆمان وەک کورد دەبێت لەو شۆڕشە لەو هەموو قوربانی خوێنە چ بێت بەڵام بۆ کەمترین دەستکەوتمان هەبوو تا ئێستا کە باوەڕی من وایە کە کەمترین دەستکەوتمانە بۆ سەرڕاوی خوڵقێنەری شۆڕشەکەین هۆکارەکەی ئەوەیە ئەحزابی ئێمە بەداخەوە ئەوانەی کە لە چوارچێوەی حزبدا خۆیان پێناسە دەکەن باوەڕیان بە پلۆرالیزمی سیاسی نییە باوەڕیان بەوە نییە کە پێویستە لەگەڵ ئەحزابی دیکەی کورد لەگەڵ هێز و جەرەیاناتی دیکەی کورد پێکەوە هاودەنگ بن ناوماڵی کورد ڕێک بخەن دەچن پاڵ وەلایانی دیکە دەدەن وەلایەنی بێهێزی تەواویەت خوازی ئێرانی و بەداخەوە لە جیاتی ئەوەی بۆ پرسی کورد هەماهەنگێک لە نێوان ئەو ئەحزابەدا هەبێ ڕکابەرێکی ناسالم هەیە ئەگەر لایەنی کاک عەبدوڵای موقتەدی یا کۆمەڵە هەوڵ دەدا خۆنی زیکاتەوە لە فاشیزمی ئێرانی و کوڕی پەهلەوی ڕەزا پەهلەوی خۆی لەو نزیکاتەوە لەولاوە بەداخەوە حیزبی دموکرات کە لەسەر بناغەیەکی نەتەوەی لەسەر ئەساسێکی نەتەوەی دامەزراوە دیارە کۆمەڵە لەسەر ئەساسی چەپ و کۆمۆنیست دامەزراوە ڕەوتی چەپی لە ئەستۆیە ڕێبەری ڕەوتی چەپی لە کوردستان لە ئەستۆیە بەڵام حیزبی دموکرات بە پێی مەسئولیەتێکی مێژووی کە لەسەر ڕەوتی نەتەوەی دامەزراوە ئەو چاوەڕوانی لێ نەدەکرا بچێتە ناو ئەو ململانیانەوە و کە دەبینێ کۆمەڵە لە ڕەزا پەهلەوی نزیک دەبێتەوە ئەو بچێ لە مجاهیدینی خەڵق نزیک بێتەوە بەڵام بەڕاستی هاوڕێیان باس پرسیارێکی زۆر سادە لە هەموو خۆمان بکەین لە خۆمان وەک کورد تۆ بڵێ چ جیاوازێکە بێت لە نێوان جمهوری ئیسلامی مجاهیدینی خەڵق ڕەزا پەهلەوی چ جیاوازێک هەیە بۆ منی کورد هەنی ئەگەر ئەوان بتوانن وەڵامی ئەو پرسیارە بدەنەوە یا ئەو پرسیارە لانی کەم لە خۆیان بکەن گومانم لەوەدانێت کە ئامادە نین لەگەڵاندا بنیشن و بەو سەنگ و قورسایی کە خەباتی کورد هەیەتی بەو هەموو شەهید و قوربانی کە خەباتی کورد پێشکەشی کردو بۆ ئازادی تاوانە کاک عەبدوڵای موقتەدی ڕاستە سەرۆکی یا سکرتێری کۆمەڵەیە کاتێک لە زانکۆی جۆرج تاون بەشدار دەبێت ئەوەی لەوێن نیگایان وەک کورد لەسەر ئەوە و ئەو بەو نەفەسەوە قسە دەکا کە بڵێ نوێنەرایەتی کورد دەکەم و خواستی کورد ئەوەیە و ئەوە جێگەی داخە تەناگە بڵە خواستی ئەمەی کۆمەڵە ئەوەیە ئەوە شتێکی ئاساییە بەڵام زۆر جار دیتومانە هەتا تەنان دەگەل لە ڕاگەیەنەکان قسە دەکەن وەک هەموو کورد قسە دەکەن ینی نوێنەری حیزبی دموکرات وتەبێژی حیزبی دموکرات دێ ئێمە دەڵێ وەک کورد ئێمە تەزیە تەڵەبمان نییە ئێمە هەمومان ئەسەن شتێک بە ناوی ئیستیقلال تەڵەبی وجودی نییە لە کوردستان تۆ بە چاقێکەوە ئەو قسەیە دەکەی دوو نەفەریش هەبێت تۆ دەبێت ڕێز بۆ دوو نەفەرە بگری کە سربەخۆیی دەبێت کە ئەوان باش دەزانن زۆری نەگەلی کوردیش سربەخۆی خوازە بەداخەوە ئەو لێکترازانە ئەو پرش و بڵاوی لە ناو ماڵی کورددا هەیە و ئەگەر ئەو پرش و بڵاوێ بەردەوام بێ یعنی دەتوانم بڵم دەستکەوتمان لە 57 کەمتر دەبێت هەمان دەستور دەبێ پێشمەرگەوە شاخکەوێتەوە ئەو جار بە دژی ڕژیمی شاهنشاهی یا ئەو ڕژیمی مجاهیدینی خەڵق دەیەوێت دروستی بکە و کورد 100 ساڵی دیکەوە دوا دەکەوێت لە دەستخستنی مافەکانی
ئەگەر ئەو جارە نەتوانێت ئەو هەلە بپۆزێتەوە. کورد ئەگەر لە 2003 لە باشوور هەلی خۆستبایە و سەر بەخۆی ڕاگەیەند بە ئەو ڕۆوەسمانەوە نەدا. کورد ئەگەر لە سەرەتای دروستبوونی داعش هەلەکەی خواستبایە و کوشتبای من شەڕی داعش ناکەم تا وڵاتی سەر بەخۆی خۆم نەبێ، عێراق ناتوانێت پارێزگاری لەم بکە، وەزمانەوە ئەوە نەدا. کەواتە بەداخەوە بەشێکی زۆر لە سەرکردەکانی ئێمە، ڕێبەرانی ئێمەی کورد کە ڕێزمان بۆیان هەیە بەڕاستی، کات و دەرفەتەکان تێگەیشتنیان لێی هەڵەیە، نازانن دەرفەتەکان بقۆزنەوە. زۆر جار تۆ باسی سربەخۆی دەکەیت، دەڵێ بەڵێ ئێمەش باوەڕمان بە سربەخۆیە، بەڵام هەلومەرجەکە هەو نییە. ئەدی بە قوربان تۆ وەک حیزبێکی 70 ساڵە 40 ساڵە ئەدی ئەرکی تۆ چییە؟ ئەخە تۆنی دەبێت دەرفەت دروست بکەیت، تۆنی دەبێت دەرفەت بخۆڵقێنی، یا چاوەڕوانی ئەوەی شەپۆلێک دروست بێت تۆ سواری شەپۆلەکە بی و بە قازانجی خۆتی کەڵک لێ وەرگری. جا بۆیە دیارە هیوای ئەوە دەکەم کە بتوانین هێز و لایەنەکان تاکەکانی کورد، ئەوانەی کە لە بەستێنی سیاسیدا خەریکی چالاکین، بتوانین بە یەکەوە هاودەنگێک دروست بکەین، پلاتفۆرمێک دروست بکەین لەسەر لانی کەمی خواستەکانمان، نەک ئەوەی کە بڵێن هیچ خواستێکمان نییە، هیچ هێڵێکی سوورمانە، هیچ هێڵێکی سوورمانیە، هیچ خواستێکمان نیە بەڕاست. یعنی هەرچی ئێوە بڵێن ئەوەیە، هێڵی سوورمان نییە بەرامبەریەوە. ئەو کارە ساتە. بابین پلاتفۆرمێک دابڕێژینەوە، وەک چۆن کاتی خۆی لە 57 لانی کەم هاتن چەندین مادەیان داڕشتەوە، کوتیان ئەوە خواستەکانی میلەتی کوردە. باوەڕکن هاوڕیان ئەو خواستانەی لەو کاتدا مەسرح کراوە لە پێرە و پرۆگرام و بەرنامە و ئەساسنامە هیچ کام لەو حیزبانە دەکەوەڕۆ داوای فێدراڵی دەکەن ئەوەندەی خواست تێدانێ. هیچ زۆر خواستەکە کەمترە لە خودموختارێککە ئەو سەردەم باسی دەکرا. و ئێستاش تعریفێکی دروستیان بۆ میلەتی کورد لەسەر خودموختاری نەداوە بەدەستەوە. ماوەیەک لەوە پێش بەیانی پاریس بڵاو بووە بە ئیمزای سکرتێری ئەو دەم دوو لایانی کۆمەڵە بوو، دوو لایانی دموکرات بوو، بە ئیمزای هەر چوار سکرتێرەکە بەیانیەک بڵاو بووە کارساتە کورد وەک میلەت پێناسە ناکە، لە قەومیش خواردنی پێناسە دەکە، وەک عەشیرە پێناسە دەکە، تەنیا بۆ ڕازیکردنی دڵی ئێرانەکان. ئێرانەکانیش چێ؟ ئەقەلیەتێکی کە لە ڕاستیدا بۆ خۆیان لە خۆیان هیچ قدرەتێکیان نییە. ئەگەر قدرەتێکیان هەیە لە نۆکەرایەتیکردنی کورد و بەلوچ و عەرەب و ئەوە سەرچاوی گرتووە. حەسەنی شەریعەت مەداری تورکی ئازەریە. ئەکسەریان ئەوانەی لە دەورن لە دەورەی فارسەکان کۆبوونەوە و باز لە تەواویەتی ئەرزی و تەواویەتی پاراستنی جوغرافیای ئێران دەکەن، ڕێک لەو نەتەوانە پێکاتۆکە کورد و بەلوچ و عەرەب و تورک و ئەوان، بەڵام مەیلیان بە بەردەگی هەیە، حەزیان لەوەیە کە نۆکەری ئێرانی فارس بکەن کە وەجیبەی داخ. من هنا من أوروبا ومن قلب عاصمتها بروكسل، وبالتحديد من أمام مقر الاتحاد الأوروبي، ننقل لكم مقتطفات للمظاهرة التي دعت لها اللجنة التنسيقية الأحوازية منذ عدة شهور، وبهدف إفشال مخططات الاحتلال الإيراني الرامية لفرض الفتنة والفرقة بين صفوف الأحوازيين في المنطقة. نحن وإن حاول الاحتلال أن يفرق صفوفنا فنحن متحدين بإذن الله، وسوف تتحرر الأرض من دنس الاحتلال الفارسي الفقير. نه هیچ عربێک ئێرانیە، نە هیچ کوردێک ئێرانیە، نە هیچ تورکێک و بەلوچێک ئێرانیە. ئێمە هۆویەت و شناسی خۆمان. با عرض پوزش از اینکه با زبانی صحبت میکنم که برای ما
به عنوان ملل غیر فارس زبان سرکوب، شکنجه، اعدام و تداعیگر اشغالگری است. پوزش می‌طلبم از اینکه با زبان اشغالگر ایرانی زبان فارسی سخن می‌گویم. در 20 آوریل 1925 دولت اشغالگر ایران با همراهی قدرت‌های استعماری وقت دولت مستقل الاحواز را به زور سرنیزه سرنگون کرد، اما اشغال فقط در سطح نظامی باقی نماند. آنچه در این یک قرن روی داده است پروژه سیستماتیک برای نابودی هویت عربی، تغییر بافت جمعیتی، سرکوب زبان و فرهنگ و تحمیل فقر و تبعیض تنها به دلیل اینکه مردم آن سرزمین عرب بودند. ما امروز اینجا ایستادیم نه تنها برای یادآوری رنج، بلکه برای اعلام عزم، اتحاد و امید به استقلال و تأسیس دولت‌ها و کشورهای خودمان. ما ملت‌های غیر فارس، ملت کرد، ملت عرب الاحواز، ملت بلوچ، کاستیان و تمامی ملل غیر فارس محصور در جغرافیای ساختگی و جعلی ایران امروز یک صدا داریم. زمان آزادی، استقلال و استقرار دوباره کشورهای من فرا رسیده است. بی هیچ تردید خاورمیانه تا زمانی که دولت‌های کردستان، بلوچستان، الاحواز و دیگر ملت‌های تحت اشغال شکل نگیرند، نه به امنیت میرسد نه به آرامش. ما از اتحادیه اروپا، سازمان ملل، کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج و تمامی نهادهای بین المللی می‌خواهیم این اشغال تاریخی را محکوم کرده و ملت کرد، عرب الاحواز، بلوچ، کاستیان، ترکمن و غیره را به عنوان ملت‌های تحت اشغال ایران به رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران تداوم همان پروژه تاریخی سلطه‌گرای پهلوی است. از شعار یک ملت، یک پرچم، یک دولت، یک زبان تا اجرای یک سلطه، یک سرکوب. اما ملت‌ها بیدارند، نسل‌ها آگاه شدند و فریاد آزادی از ارومیه، ایلام و چهارمحال و بختیاری و خراسان و سنندج و کرماشان پایتخت شرق کردستان تا محمره و الاحواز، از زاهدان تا تبریز، از گنبد تا رشت و گیلان حالا جهانی شده است. خیزش انقلابی ژینا، ژنژیان آزادی که جرقش از کردستان شعله ور شد و با مقاومت ملت بلوچ زنده نگه داشته شد، نمونه‌ای روشن از همبستگی میان ملت‌های ستمدیده و تحت اشغال و محصور در ایران جعلی است. اکنون زمان آن رسیده که ما ملت‌های تحت اشغال در کنار یکدیگر بایستیم و نقشه جدید خاورمیانه را نه با مرزهای تحمیلی استعمار بلکه با اراده ملت‌های من ترسیم کنیم. تحول آینده منطقه به نفع ملت‌های غیر فارس خواهد بود، حتی اگر رژیم ایران با سیاست‌های فریبکارانه بخواهد غرب آمریکا را در مذاکرات پیش رو گمراه سازد. رژیم ایران رژیمی بحرانزا و بحرانزی است که بقای خود را از طریق صدور ترور، بی‌ثبات سازی منطقه و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تضمین می‌کند. اما تحولات منطقه همگی گویای این واقعیت است که ایران روزهای پایانی عمر پر از جنایت و اشغالگریش را سپری می‌کند. امروز حتی نگرانی به اصطلاح روشنفکران ایرانی از نحوه برگزاری باشکوه جشن نوروز توسط ملت کرد گویاتر از هر چیز نشان دهنده ذهنیت تمامیت خواهانه و ضد دموکراتیکی است
که در لایه‌های فکری ایرانیان نهادینه شده است. نزدیک به 1000 رأس از ایرانیان متنی آکنده از تناقض علیه شور و شادی و نوروز ملی ملت کرد منتشر کردند. از یک سو نگران دزدیده شدن نوروز و از سوی دیگر مخالف برگزاری آن در کردستان. این همان عقلانیت فاشیستی پانفارسیزم ایرانی است که در لفافه روشنفکری پیچیده شده. وای به حال توده های آن جامعه اگر حتی روشنفکرانش چنین می‌اندیشند. ما آماده ایم و ملت‌های ما نیز آماده اند برای آن روز بزرگ که این جغرافیای جعلی و ساختگی بنا شده بر خاک و خون ملل غیر فارس فرو بپاشد. جغرافیایی که بر سرکوب و اشغال استوار است به 7 کشور مستقل تقسیم شود و سرزمین‌های اشغالی به دست صاحبان واقعیش بازگردد تا خاورمیانه نوین آزاد و عاری از اشغالگران شکل بگیرد. با هم، با اتحاد، با ایستادگی ما تاریخ را باز خواهیم نوشت. زنده باد کشور بلخداد آزاد و مستقل. زنده باد ملت‌های آزاده. زنده باد دولت مستقل کردستان. کاک جەمالی پورکەریمە بەرپرسی کۆمەڵی ئەدەبی سۆمایە. کاک جەمال زۆر بەخێر بن. باسو دەکەم بەخێراتنیەوەش دەکەم ماندوو نەبنەوە. کۆتایی هاتنی خولی ئەم کەڕەتە چۆنە بینی لە گوندی کۆخان؟ بەخۆشیەوە ئەو دەورەی فێرکاری ڕێنووسی کوردێش بەسەر کەوتووی چۆ پێشێ جێ خۆشحاڵێ بۆ من. من زۆرم پێخۆشە کە ئەو عەزیزانە توانیان بڕوانامە وەرگرن و لەو خولەدا بەشداری بکەن و فێری زمانی زگماکی بن، چونکە لە واقعدا زمان پێناسەی گەلە و گەلێک زیندویە کە زمانەکەی زیندوو بێ. و ئەمن ئێستا هەست بەوەی دەکەم کە ئەو منداڵانە منداڵی ئەو نەسلە دەتوانن زمانەکەمان بە تەواوی ڕاگرن و زیندومان ڕاگرن، چونکە هەر وەکی باسم کرد ئەگەر زمان فەوتە نەتەوەش دەفەوتێ. Ask everyone to please stand to honor our martyrs and observe a 2-minute silence, please. Nobody loves to sacrifice its life, but it's come a time the sacrifices at death may value more than life. When your value, your way of life challenged, or your nation is enslaved and your country is occupied, it's call upon every soul to rise and against the occupation. Today we gather not only to remember but to honor the brave men and women who sacrificed their lives for the cause of freedom and justice. We come together to pay tribute to the martyrs of Balochistan, those who gave their lives for their nations, for their right to dignity. On behalf of the patriotic Arab Democratic Movement in Al-Ahwaz, Admaz, I offer our deepest respect and solidarity with the Baloch people on this solemn occasion. We share a painful history of oppression, resistance, and sacrifice. Many lives have been lost in this pursuit of freedom. لا روجێکی وەک ئەمڕۆدا کە ڕۆژی شەهیدانی بەلوچە، ڕۆژی شەهیدی بەلوچە، لەوەها ڕۆژێکدا سەری ڕێز و کڕنۆش دادەنەوێنین لە بەرامبەر هەموو ئەو شەهیدانەی کە گیانیان بۆ ئازادی بەلوچستان و کوردستان بەخت کردووە. سەری ڕێز دادەنەوێنین و هیوادارین بتوانین
درێژە دەرێکی باشی ڕێگای ئەو شەهیدانە بی. من لێرە قسەیەکی ئەو تۆ ناکەم، تەنیا داوام لە ملەتی بەلوچ ئەوەیە کە یەکگرتوو بن، اتحاد و هاوپەیمانیتان. First of all, I want to translate the Ashtiako Pur Karim speech. His speech is about to uniting the non-Persian nations of Iran. He wants unity. He wants unity between all the people. That's all his message for everybody. Every year on November 13, we are reminded of bitter and heart-wrenching memory on this day in 1839. British occupying forces attacked Kalat, the capital of independent state of Baluchistan. In a blood-soaked battle, they martyred the late king of Baluchistan, Mir Mehrab Khan, along with several other defenders of Baluch nation. Unoccupied Baluchistan, united Baluchistan stretching from Minab to Shal Quetta, from Gwadar to Nimruz, was divided and fragmented by the colonial and occupying powers of Pakistan, Iran, and Afghanistan. What has befallen the independent nation of Baluchistan is not unknown to us, kids. Indeed, we are united by a struggle against fascism, against nation states that are oppressing us. To name a few: Pakistan, Iran, Turkey, Syria, Iraq. We are united in this struggle, and we are united in the struggle of advancing our culture, our right to speak our language, and our rights as human beings to coexist in that space. It is every year with enormous sadness that I have to come here knowing that we have lost yet more members of our community, that we lose more martyrs, but it is with enormous pride that I come here. Today we gather to honor the brave souls who gave their lives for Balochistan. It's a day to remember the sacrifices of our martyrs, those who laid their lives for dignity and the legitimate cause of our struggle against the Iranian Pakistani occupation. Two of my uncles, Faiz Muhammad Murray and Hudadad Murray, were taken away, abducted, and later killed by Pakistani Iran army and intelligence agencies. They were taken from us even before I was born. I never got to see their smiles or hear their voices, but I know they love Balochistan. I feel proud of them, but I also feel sad because I wish they could be here. Today is not just for the Baluch, it's for all the freedom fighters, all the people they sacrifice their lives anywhere, doesn't matter where they are, for freedom and for human rights and for human dignity. The number of the people that we lost, and they are the most conscientious people that we lost them, the most educated people, those people they understand what is the right and what is the wrong. Okay, the most ethical people that really they got rid of them. Okay, they destroyed them. So all these issues are the issues we need really to pay attention. Colonialism is not going to be destroyed by begging. Okay, you can't say that if somebody, crook or criminal, come to your place and you say, please let me stay in your own house. Now, colonialism, it doesn't go that way. With colonialism, you have to be very, very conscious. Again, I thank you so much for attending, and it's our responsibility, it's our duty. We must remember our people who sacrifice their lives for our freedom. Thank you so much. زۆرینەی ڕەهای ئەو هێزولایانانەی خۆیان پێ ئێرانیە حەز بە ڕووخانی دەسەڵاتی ئێرانی ناکەن، هەوڵ بۆ ئەوە دەدەن گۆڕانکاری لە سیستمی دەسەڵاتدا دروست بێ و جێگەیەک بۆ ئەوانیش لەو سیستمەدا مسۆگەر و دابین بکرێت.
any political movement, anyone from any nation or ethnicity, who sees Kurds and Lurs as separate is actually making a huge mistake and betraying the Kurdish nation. Kurds and Lurs are one nation, not separate, or two distinct ethnic groups or nations. Lurs are Kurds. They are part of the Kurdish nation, just like Kalhor. Hurami, Goran, Zaza, Kermanshahi, and Surani are Kurds. Lurs are also part of the Kurdish nation, and the geography of Lorestan is a territory that has been occupied by the Iranian regime. Those who talk about Kurds or Lurs being separate are actually trying to create division. Kurds and Lurs are one nation, and there's no difference among them. They have different dialects and various cultural aspects. Kurds and Lurs are united as one nation. Division claims mislead. Lurs and Kurds are actually one nation, and those who talk about Kurds or Lurs being separate are really trying to create division. Among Kurds, there's no difference. They have different dialects and various cultural aspects, but they all actually form one nation, called the Kurdish nation. But they all actually form a single nation called the Kurdish nation. We are at war with a regime that is itself a terrorist. So we are fighting against terrorism. Therefore, no one in the world can condemn us for this, because we are fighting against a terrorist regime. Armed struggle and self-defense are the legitimate and natural rights of all of us, the Baluch people, the Kurds, the Arab people of Avaz, and the Azerbaijani Turks. Hushku Braille Azizi Yarsani Kurdistan. جشن خاونکار و ایوه کردیلی یارسانو هرچی لاین گرو اوگر آین یاریو کردیلی یارسانه پیروز بود و بونه هاتن عید پیروزی خاونکار گرمترین پیروزبای خومان پیشکش کیمن و گشت خشکو برا یارسانگان و سراسر جیهان و بتایبت پیروان و یاران آین یاری و کردستان عزیز یارسانیل بشگ رسن و ملت کردم و خاطریه همیشه و طرف داگیر کریل دو جار مورد استم قرار گرفتن جارک و کرد و جارک و یارسانی رژیم ایران و خاطریه دشمنی و گرد آین پیروز یارسانی کیدن چونکه آین یارسان آین باوگو با پیریل گشت ملت کرده و خاطریه که فلسفه آین یاری فلسفه کرد و کردستانی بینه خاک و فرهنگ و ملکان کردستان و ناو ای آینه دا پیروز و مقدسه هیو جوره که بابا سرهنگ گوره فرمایش کیدم چنی ایرمانان مگیلم هردان مکوشم پری آین کردان و نو تاریخ و میجوی یارسانیل ارای و دست هاوردن آزادی و استقلال و سربخوی کردستان برا مبارزه و تیکوشان کردنه و ریگش دا فریش قربانی دانه امیدواری من جشن خاونکار سال آینده و نو کردستانک آزاد و سربخو و خوشی و شادی بگریمن جارکتر جشن پیروزی خاونکار و ملت کرد و تایبت یاران آین یارسان تبریک میشیم. Ashjoko Pukarim, the leader of the Kurdistan independence movement, addresses Europe and the great world powers. The Islamic Republic has lost its legitimacy among the people. This has been proven by the national uprising and a revolution. But it is you who legitimize the survival of the Iranian regime. If you cut off your relations and transactions with this regime and close their spy embassies in your countries, their presence would be meaningless. The survival of the Iranian regime is based on two pillars. First, repression. Second, you. با سلام و درود به بینندگان عزیز به برنامه
تفاکی توار تیوی خوش آمدید. امروز پنجمین برنامه تفاکی است که از طریق توار تیوی پخش میشه. من مهم سرخوش هستم، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجع تفاکی و مهمان امشب ما جناب جمال پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کردستان هستش. آقای پورکریم خوش اومدید. هدف از این برنامه ها اینه که ما هر جمعه یکی از احزاب سیاسی ملل دربند رو دعوت میکنیم تا بیان برای شنوندگان ما که بیشترشون از بلوچستان هستند، بلوچ هستند، مواضع سیاسی تشکلات خیش را، حزب خیش را یا جنبش خیش را بیان بکنن، اهداف جنبش رو بیان بکنن، یکم از تاریخچه ملت خود هم برای بینندگان و شنوندگان ما بیان بکنند و همچنین یه تحلیل از وضعیت کنونی جامعه و این جامعه به کدوم سمت پیش میره برای ما و شنوندگان ارائه بدند. امروز جمعه هستش، 9 آبان 1399 برابر با 30 اکتبر 2020. آقای پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کردستان، به برنامه تفاکی خوش آمدید. میکروفون در خدمت شماست. شما خودتون رو معرفی بکنید اول، بعد جنبشی که رهبران هستید، از اون جایی که من اطلاع دارم تا جایی که من اطلاع دارم شما قبلا فعالیت‌های تلویزیونی و خبرنگاری هم داشتید، مدت‌ها مجری تلویزیون به نظر اگه درست یادمه تیشک تیوی بوده، نه بودید سالها، و اگر از این تجربیات هم برای بینندگان بیان بکنید ممنون میشیم. و اینکه چرا و چگونه جنبش استقلال طلبان کردستان رو با دوستانتون همرزمانتون بنیاد نهادید با توجه به اینکه احزاب در کردستان احزاب فراوانی هست. میکروفون خدمت شما، بفرمایید. بله. ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان توار تیوی و تفاکی. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و در واقع تبریک میگم برای افتتاح این تلویزیون، هرچند شاید با امکانات بسیار کم و محدودی باشه، اما جای خوشحالی هست. و اینکه ملت‌های در واقع که در جغرافیای جعلی ایران کنونی ساکن هستند، در این تلویزیون صدای اونا رو میرسانیم، جای خیلی خوشحالی هست و این بیشتر همبستگی ما رو نشون میده در برابر دشمن واحد که همانا رژیم ایران هست. ما در واقع به عنوان جنبش استقلال طلبان کردستان، ابتدا شخص بنده عضو حزب دموکراتیک کردستان ایران بودم، نزدیک به 20 سال عضو این حزب بودم و فعالیت داشتم و تلاش بنده و بسیاری از کسانی که اکنون در جنبش استقلال طلبان کردستان هستند برای این بود که ما دیگه خودمون رو پایبند نکنیم به ایران و ایرانی بودن و مسئله فدرالیسم، چون در واقع مسئله فدرالیسم مخصوصا در کردستان باشور یا همون کردستان تحت اشغال عراق دیدیم که چگونه باش رفتار شد وقتی که مردم آزادانه رفتن پای صندوق برای رفراندوم برای استقلال. دیدیم که حکومت مرکزی عراق چگونه رفتار کرد با کسانی که به استقلال کردستان رأی داده بودند. و در ایران هم وضع از این بهتر نخواهد بود و خیلی هم بدتر خواهد. ما به همین خاطر و با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق ملت کرد باور قلبی و ذهنی به این دارن که کردستان باید کشور مستقل خودش رو داشته باشه، ما به این فکر افتادیم
که در قالب یک جنبش که به عنوان چتری برای همه استقلال طلبان کردستان کار بکنه، فعالیت بکنه، تشکیل بده. ما سال ژانویه 2019 بعد از اینکه بنده از حزب دموکرات کردستان ایران استعفا دادم، در ژانویه 2019 اعلام کردیم که جنبش استقلال طلبان کردستان رو تأسیس کردیم و این جنبش همچنان که از اسمش پیداست جنبشی هست که فعالیت میکنه، مبارزه میکنه در راه رسیدن به استقلال ملت کرد. و همچنان که گفتم اکثریت مردم کردستان، حتی پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران که خود حزب دموکرات کردستان ایران باورش به فدرالیسم هست، خود کومله باورش به فدرالیسم هست، ولی پیشمرگان کرد این احزاب قلباً باوری به فدرالیسم ندارن و خواهان استقلال کردستان هستند. حالا در برخی مواقع میگن که بله این سیاست هست، در شرایط کنونی باید اینجوری گفت، باید در مورد فدرالیسم صحبت کرد، ولی در واقع هزینه و بهایی که ما به عنوان ملت کرد برای خودمختاری، برای فدرالیسم و برای دموکراتیزه کردن ایران دادیم، واقعا اگه این هزینه برای استقلال کردستان می بود خیلی زودتر و بهتر جواب میداد. این ما را بر این نظر واداشت که این جنبش رو تأسیس بکنیم و خوشبختانه تونستیم تعداد زیادی از افراد جامعه کردستان، از افراد ملت کرد رو دور خودمون جمع بکنیم که به عنوان اشخاصی که باورمند به استقلال کردستان هستند در این حزب فعالیت داشته باشند. این مختصری بود از حزب و شیوه تأسیس حزب. البته در این مدت زمان که تأسیس شده از لحاظ فعالیت بین المللی بسیار اکتیو بوده، بسیار فعال بوده و حتما تا حدودی مطلع هستیم که ارتباط ما با کشورهای مختلف، دیدار ما با مقامات کشورهای مختلف و اعلام این که ما به عنوان یک حزب خواهان استقلال کردستان هستیم، نه دموکراتیزه کردن ایرانی که جعلی هست به باور ما، ایرانی که قدمتش به کمتر از 100 سال میرسه. ما برای ملت خود، چون این ایرانی که درست شده در واقع بر روی خاک و خون من کرد، شمای بلوچ، عرب الاهوازی، ترک آذربایجانی، کاسپیانی، قشقایی و غیره در واقع بنیان نهاده شده و کلن ایرانی و ایرانی بودن به باور ما در خدمت شوینیزم فارس و پان فارسیزم هست. وقتی شما از ایران صحبت میکنین در واقع در مورد فارس صحبت کرد، در مورد پارس صحبت کردیم، یعنی ایران هم مترادف فارس است و فارس هم مترادف ایرانی و ایران در خدمت یک ملت هست و اون هم ملت فارس هست و اینو از 100 سال پیش تقریبا در برنامه داشتند که این جغرافیا رو به این شیوه در بیارن که یک ملت، یک پرچم، یک زبان، یک فرهنگ و یک تاریخ و یک جغرافیا باشه. در حالی که شما هم مستحضر هستین خاک بلوچستان خاک ایران نیست، خاک ملت بلوچ هست. خاک کردستان خاک ایران نیست که بعضی مواقع به ما میگن بله شما تزیه طلب هستید. نه خیر، ما تزیه طلب نیستیم. ما اتفاقاً در تلاشیم که جلوگیری بکنیم از تزیه خودمون. ما خودمون تزیه شدیم. ما بر 4 کشور ایران و ترکیه و عراق و سوریه تزیه شدیم. شما هم همینطور به عنوان بلوچ میان پاکستان و افغانستان و ایران تزیه شدیم. پس وقتی شما بخواید کشور مستقل خودتون رو داشته باشین، تزیه هیچ کشوری نیست. در واقع به هم پیوستگی و به هم وصل شدن شما به عنوان یک ملت هست، نه غیر این. و این جغرافیا و این خاک شماست، شمای بلوچ، خاک من کرد، خاک عرب اهوازی، خاک آذربایجانیه
و خاک قشقایی و کاسپین هست، نه خاک یک ملت به نام ایران که یک واژه جعلی و ساختگی است. چون شرایط منطقه‌ای و شرایط بین المللی مهیا نیست برای اعلام استقلال و یکی از مسائلی که میزنن همیشه اینه که ببینید کردستان عراق اعلام استقلال کرد ولی سرکوب شد، هیچ کشوری خاص ابرقدرت ها ازشون حمایت نکرد. نظر شما در این مورد چیه؟ جواب شما به این گونه استقلال ها؟ بله، ببینید نمیشه وضعیت عراق رو با وضعیت جغرافیای کنونی که اسمش ایران هست مقایسه کرد. در عراق دو ملت در واقع اکثریت رو داره، عرب و کرد، و ملت عرب اونجا خودش دوباره تقسیم شده بر شیعه و سنی. و در واقع همه پست هایی که در سیستم فدرال عراق هست به صورت توافقی ما بین این سه واحد تقسیم شده و بازم در بسیاری از مواقع ما میبینیم که یک بار بودجه کردستان رو نمیفرستند و قلباً و عمیقاً به دموکراسی و فدرالیسم عراق باورمند نیستند در مرکز، یعنی در بغداد. یعنی بالاجبار پذیرفتن. بله، بالاجبار پذیرفتن فدرالیسم رو کاغذ. ببین من میگم یعنی در واقع اینا اومدن توافقی مثلا گفتن رئیس جمهور برای کرد که یک پست کارتونی هست، در واقع هیچ قدرت اختیار اجرایی نداره، نخست وزیر برای شیعه و پارلمان برای سنی. خب باز هم این همه فشار بر کردستان، این حمله به کردستان، ترکیه حمله میکنه، ایران حمله موشکباران میکنه. کجا عراق یک بار اومد بگه این خاک ماست، چرا موشکباران میکنید، چرا توپباران میکنید، چرا نیروهای ایرانی میان داخل خاک کردستان؟ هیچ موضعی نداره در واقع بغداد. ولی وقتی که اعلام اینو میکنه که رفراندوم برگزار بشه و در حالی که بیشتر از 93% به این رفراندوم رأی میدن که ما خواهان استقلال هستیم، میبینیم که مرزها رو بر کردها میبندن. بغداد و همپیمانانش در منطقه طوری با کردها رفتار میکنن که در واقع کفر بزرگی در واقع مرتکب شد. پس اگه بیایم مقایسه بکنیم با ایران کنیم، در ایران حداقل 7 تا 8 ملت وجود داره. شما در بین 7 تا 8 ملت چگونه این پستا رو در واقع تقسیم میکنید؟ رئیس جمهور برای کی؟ کردها حق ندارن، کردها شیعه نیستن، حق ندارن، بلوچا حق ندارن رئیس جمهور بشن. پس پست هایی که در مرکز هست، قدرتی که در مرکز هست، قدرت سیاسی که در مرکز هست، نمیشه تقسیم کرد اونو ما بین 7 تا 8 تا ملت. و اگر به این باور داشته باشیم که بله دموکراسی در ایران، یعنی بهترین نوع دموکراسی در ایران اجرا میشه، که من بعید میدونم با شناختی که از پان فارسیزم و مرکزگراها و تمامیت خواهان دارم، بعید میدونم هیچ وقت در ایران یک دموکراسی در واقع تثبیت بشه، ثابت بشه. ولی به فرض مثال یک دموکراسی در ایران پایدار میشه، شما به عنوان بلوچ و من به عنوان کرد باز هم در اقلیت هستم و اونی که برای آینده و برای قدرت سیاسی در واقع باید بگه که چیکار باید کرد، باز هم یا فارس هست یا ترک آذربایجانی هست. من کرد نیستم، شما بلوچ نیستین، عرب اهوازی نیست، ما در اقلیت هستیم در مقابل اون. پس این سیستم فدرالیسم جوابگو نخواهد بود و مشکل ما در واقع این نیست که ما فقط درخواست فدرالیسم بدیم. نه،
ما مشکلمون اینه که دارن خاک ما رو به تاراج میبرن، فرزندان ما رو در زندانها و اعدام میکنن و در واقع ما رو همیشه به عنوان نه برادر، به عنوان یک مهمان که حالا مهمانم پیش ما قدر داره، احترام داره، ولی ما کردها و بلوچها و عربهای اهواز و بقیه ملت ها رو مثل مهمان اونا میخوانن. فکر میکنن برحال به ما صدقه کردن، این خاک رو در اختیار ما قرار دادن که ما توش ساکن باشیم و زندگی بکنیم. ولی مشکل ما اینه که این خاک استعمار شده، استثمار شده و دارن از معادنش، شما نگاه بکنین معادن آلومینیوم، معادن مس تو بلوچستان، معادن طلا، نفت و طلا تو کردستان، ملت کرد و ملت بلوچ یا نفت الاهواز رو چه کسی سودش رو میبره؟ آیا تو مرکز خرج نمیشه؟ به نفع پان فارسیزم و ایرانی خرج نمیشه؟ آب آشامیدن تو الاهواز نیست در حالی که زیرشون طلای سیاه هست. یا در بلوچستان رضا پهلوی میاد میگه به عنوان یک اپوزیسیون تمامیت خواه، فکر میکنه مشکل بزرگ من کرد کولبریه، در مورد کولبری صحبت میکنه. یا مشکل شما کپر مدارس هست. نه، مشکل ما اینه که خاکمون اشغال شده و تا روزی که چکمه استعمارگر و اشغالگر روی خاکمون باشه هیچ سیستمی نمیتونه جواب بده. اینا به فدرالیسم معتقد نیستن، یعنی در واقع آب در هاون کوبیدن، این که ما بگیم بله اگه فدرالیسم رو برای ما، و این ما نیستیم به عنوان ملت کرد یا ملت بلوچ یا عرب اهوازی که درخواست فدرالیسم باید بدیم. این در واقع تمامیت خواهان پان فارسیسم و پان ایرانیسم هستن که بگن بله بیاین با هم یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. شما ایران رو به قول خودشون، شما ایران رو تجزیه نکنین، ما براتون آماده ایم که فدرالیسم رو تثبیت بکنیم. اما تا حالا نه رضا پهلوی، نه مجاهدین، نه هیچ حزب و گروه تمامیت خواه و پان ایرانیسمی نیومده از این صحبت بکنه. مجاهدین یه موقعی میگفت برای کردها خودمختاری. چرا برای کردها خودمختاری ولی برای بلوچا و عربهای الاهواز و ترکای آذربایجان هیچ؟ پس این همان سیاستیه که در واقع از حدود 100 سال پیش در پیش گرفتن. این سیاستی که رضاخان و رضاشاه برنامه ریزی کردن در رژیم خمینی هم همین سیاست تداوم پیدا کرده. سیاست این که به عنوان ایرانی و همه رو در خدمت فارس قرار بده. این سیاست همچنان ادامه داره، سیاست اشغالگری همچنان ادامه داره و اونا باورشون اینه که ما لیاقت اینو نداریم که یک مجموعه خودمون و خاک و سرزمین خودمون رو اداره بکنیم، باید حتما اونا برای ما اداره بکنیم و این مشکل ماست. بله دقیقاً همانطوری که میدونید اکثر احزاب سیاسی ملل الان در دو جبهه سازماندهی شدن. یکی فدرالیستا که تقریبا 13-14 سال 15 سال شاید از عمرشون میگذره از تشکیل کنگره فدرالیستا، و یکی هم جبهه ملل که بعداً تشکیل شد و استقلال طلبان در این گروه جمع شدند و ائتلاف کردند. آیا شما در هیچ کدام از این گروه ها عضو هستید یا اینکه در حال تلاش میکنید که با یکی از این دو شاخه خاصا استقلال طلبان همکاری داشته باشید یا عضو بشید؟ حزب شما
جنبش شما؟ بله. در مورد کنگره ملیت‌های ایران فدرال که در واقع سیاستشون مشخص هست که اونا درخواست فدرالیسم دارن و نمیشه حزبی که درخواست یا جنبشی که درخواست استقلال داره بره در کنگره عضو بشه که درخواست فدرالیسم داره. هرچند ما به واقع همچنان که قبلا هم عرض کردم ما ضد فدرالیسم نیستیم و دشمن فدرالیست ها هم نیستیم. باور ما اینه که فدرالیست ها بله باید مطالبات خودشون داشته باشن، ادامه بدن این راه، ولی وقتی که اونا حتی به فدرالیسم هم رسیدن پایان کار ما نیست. در ادامه این راه استقلال کردستان یا استقلال بلوچستان و دیگر ملت ها براش مبارزه میشه و در واقع اونا به عنوانی باید بگم که راه صاف کن این مسئله استقلال طلبی هستن به عنوان فدرالیست ها. اما بازم بعید میدونم که در ایران آینده هیچ پان فارسیزمی قبول بکنه که ایران به شیوه غیر متمرکز اداره میشه. اونا ایران متمرکز میخوان، اونا شاهنشاه میخوان یا شیخ میخوان که برای همیشه روی تاج و تخت باشه، ولایت فقیه در واقع تاج و تخت رو داشته باشه، یا شاه باشه که در واقع هر دو یکی هست با دو عنوان متفاوت ولی با یک شیوه در واقع. اما با ملل هایی که در واقع خواهان استقلال هستند ما استقبال میکنیم و تلاشمون هم این بوده که دور یک میز با هم جمع بشیم، یک ائتلاف تشکیل بدیم. ما با جبهه ملل در واقع داخل ائتلاف نیستیم و تا کنون هیچ درخواستی هم از طرف اونا از ما نشده که عضو بشیم. حالا شاید به دلایلی دیگه کردها نیستن تو این جبهه ملل که استقلال طلب هستند، ترکای آذری هستند، عربای الاحواز هستند و از بلوچ ها هم بله هستند و کردها نیستن در این. ترکمنا هم هستن بله. ولی ما در تلاش هستیم که متاسفانه یکی از مشکلات اپوزیسیون یا فعالین ضد رژیم ایران در واقع این هست که آنچنان که باید و شاید این همبستگی در بینشون نیست و این همیشه به نفع رژیم میده. یکی میره جبهه ملل رو تشکیل میده، 4-5 تا حزب دورش جمع میشن، یکی دیگه میره به یک اسم دیگه یه جبهه دیگه یا یک گروه دیگه تشکیل میده، 4-5 تا حزب دیگه دورش جمع میشه. ولی در واقع باید احزابی که سرنوشت ملتشون براشون مهمه و مخصوصا استقلال طلب هستن باید جرأت اینو داشته باشن که دور یک میز با هم جمع بشن و یک ائتلاف قدرتمند تشکیل بدن. ائتلافی که آدرس باشه برای مخصوصا برای کشورهای غربی، برای کشورهای که در قدرت هستن، ابرقدرت ها. ما باید یک ائتلافی تشکیل بدیم که اونا بتونن به این آدرس مراجعه بکنن، به عنوان یک الترناتیو ما رو بشناسن. اما تا کنون این میسر نشده متاسفانه. اون حداقل به نظر شما چی هستند که میشه روی ائتلاف کرد بین مثلا فدرالیست ها و استقلال طلبان؟ باید یه سری حداقل ها باشه، مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی اولین شرط باید باشه. شرط دیگری میتونه باشه که چون تمام دنیا یکی از اصول دموکراسی رفراندومه و رفراندوم رو در تمام دنیا به رسمیت میشناسن، دنیای حداقل دموکراتیک. همانطوری که شما فرمودید این ملل، ملت بلوچ، ملت کرد، ترک، عرب و غیره اشغال شدند. یعنی ایران رو بر روی خون مبارزان و مدافعان این ملل تشکیل داد رضا شاه
از این ملت ها نخواستن، این ملت ها داوطلبانه به ایران نپیوستند، بلکه به زور اسلحه و الان که جمهوری اسلامی مثلا سرنگون بشه، ما معتقدیم، حزب ما معتقدیم که باید از ملت ها سوال کرد از طریق رفراندوم آیا میخواید در چارچوب ایران که یک کشور اشغالگر است ادامه بدید و اگر بله در چه نوع سیستمی رو میخواید، مثلا فدرال، کنفدرال یا نه استقلال شما انتخاب میکنید. از ملت ها بپرسند، حداقل رفراندومی که آزاد باشه، سازمان های بین المللی، سازمان ملل نظارت داشته باشند. هرچی ملت بلوچ، کرد، ترک، عرب اونا رأی دادند، ما به عنوان سازمان سیاسی، حزب سیاسی، تشکل سیاسی مجبوریم بپذیریم رأی مردمو. ولی اونی که استقلال طلب میتونه استقلال رو تبلیغ بکنه در طول قبل از این رفراندوم. اونی که اصطلاح فدرالیست میتونه اصول فدرالیسم رو تبلیغ بکنه. بعد ملت انتخاب بکنن. حداقل سر این مسئله میتونن اونایی که معتقد به فدرالیسم هستند و اونایی معتقد به استقلال هستند سر این دو مسئله، سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد از جمهوری اسلامی بلافاصله که نمیشه، حدودا 1 سالی باید دوران گذاری باشه و توی این دوران گذاری شرایطی وجود بیاد که این احزاب باید رشد بکنن، برن درون مردم و عقیده خودشون و ایدئولوژی خودشون و اهداف خودشون رو تبلیغ بکنن، یعنی آگاهی بدن مردم، بعد رفراندوم بگذارن که زمینش فراهم شد 1 سال یا 2 سال حد اکثر. به نظر من البته من با این موضوع زیاد موافق نیستم که بعد از سرنگونی رژیم 1 سال یا چند وقتی بگذره و ملل بیان یک رفراندوم برگزار بکنن. هم من به عنوان کرد و هم شما به عنوان بلوچ، با توجه به اینکه از جامعه بلوچستان یا کردستان ما دور نیستیم، ما مدام در مبارزات خودمون خون تازه در واقع میاد داخل جنبش و ما میدونیم که خواست اکثریت قریب به اتفاق ملت کرد برای نمونه در کردستان تحت اشغال ایران استقلال هست. شما اگه دقت بکنیم وقتی که رفراندوم استقلال در کردستان عراق برگزار شد، مردم کرد در کردستان تحت اشغال ایران با جشن و پایکوبی یک رفراندوم برگزار کردند که بله ما خواهان استقلال هستیم. از لزومی نداره ما بیایم این وقت رو برای رژیم تازه که به قدرت میرسه بدیم که خودشو بازسازی بکنه، خودشو در واقع آماده بکنه برای همون فتوای جهاد خمینی دوباره. یعنی وقتی که اینا، یعنی واقعیتش اینه، وقتی نظام سرنگون بشه، حالا بعضیا میگن خب این باعث این میشه که بعضیا بترسن از این که اگه نظام سرنگون بشه ایران تجزیه میشه. بله، مطمئن باشن که این جغرافیا اینگونه نخواهد بود که الان هست، چون به زور اسلحه به هم چسبیده شده. پس ما از الان میدونیم که ملت خودمون در واقع خواهان چه چیزی هست. ملت ما خواهان فدرالیسم نیست، خواهان این نیست که ایران رو دموکراتیزه بکنه. من کرد نمیتونم ایران رو دموکراتیزه بکنم، ایران خودش باید دموکراتیزه بشه. یا شما بلوچ بخواین ایران رو دموکراتیزه بکنین یا دموکراسی برای ایران به ارمغان بیارین. بیجی کردستان، بیجی کردستان. اولا خیلی آزادی خواهد مردم قهرمان کردستان خوشگو برایل رو خلاف کردستان سلاو دیریم ارا خوراگری و مقاومت و وری برستان سلاو دیریم
ئەرا شاری شنووی قارەمان سنەی خوێناوین کرماشانی پایتەخت کوردستان ئیلام دێرین لرستان قەدەم خێر چوارمەحاڵ بەختیاری بیبی مریەم و سەردار ئەسەد سڵاو و ئێرادەی وولادین و هەست و دوێرێ بەرستان هەر ئەو دوورەی کە گشت ئاگادارن فرەیەک وە شارەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەعزێ وە مەناتقەی ملەتە غەیرە کوردەکانیش و دەستی داگیرکەر ئێرانی ئازاد بووە قیام مردم ڕۆژهەڵاتی کوردستان بیە نمونەیەک ئەرا گشت شارەی لەترەک جووتاران ئیسفەهان مەشهەد شیراز ڕەشت ئەهواز و تەبرێز لە ڕاستیدا ئەوە حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و هێزە سیاسی کوردەکان نین کە دەبێ داوای فدراڵی بکەن دەبێ هەمویان ویستەکان لە ئێستاوە بۆ سربەخۆیی بێ و ئەوە شوڤینیزمی فارس یا ئێرانەکانن کە دەبێ بێن بڵێن بۆ ئەوەی ئەو خاکە دابەژ نەبێ بۆ ئەوەی ئێران تەقسیم نەبێ وەرن فدراڵیتان دەدەینێ بەڵام خوان ئێستا فدراڵی قبول ناکەن فارسەکان فدراڵیشیان پێتەزیەتە لەبیە حیزبی دموکرات ئەگەر لە ئێستاوە بێکار بۆ سربەخۆی بکە لە داهاتووشدا ئەو گرفتەی بۆ دروست نابێت باشە خۆ ساڵی 57 ڕژیمی شاڕوخە ئەگە کورد ئەو کاتی کیانی خۆی دروست کرد بە کوتبای من سربەخۆیی ڕادەگەێنم بڕواتە بێ ئەو کاتی وڵاتانی ناوچەکەش و وڵاتانی زلهێزی جیهانیش زیاتریان پشتگیری لێ دەکرد بەڵام کاتێک خومەینی فتوای جیهاد دەدا بە دژیگەلی کورد هیچ وڵاتێک ناتوانێت هیچ بڵێت چکە دەڵێ ئەمن لە نێو خاکی خۆمدایە هەندێک کەس یاغین لە نێو خاکەمدا سەرکوتیان دەکەم